هرچی خودمو دست کم گرفتم بس دیگه، هرچی ترسیدم بس دیگه، هرچی پا پس کشیدم بس دیگه، هرچی بی هدف زندگی کردم بس دیگه، هرچی بی عشق زندگی کردم بس دیگه، هرچی آرزوی خودم و خانواده‌مو ندیده گرفتم یا مسخره کردم بس دیگه، هرچی ادای مظلوما رو در آوردم بس دیگه، هرچی همه کارامو نیمه کاره ول کردم و رها کردم بس دیگه. یه نگاه به تاریخ تولدت بنداز، فرصت ها مثل برق و باد دارن از دستت میرن بس دیگه، وقت کشی چقدر دیگه، فرصت سوزی چقدر دیگه، همین الان به خودت بگو بهونه بی بهونه، بهونه بی بهونه. شاید بگی سخته، آره سخته، ولی اگه دستت رو دست خدا بگذاری، نه تنها رفتن این مسیر سخت نیست بلکه خیلی هم شیرینه. امیدوارم باور کنی که صدها و هزارها و میلیون ها انسان دیگه هم مثل تو بودن که وضعیت زندگی و کار و کسب و ارتباطاتشون مثل تو خیلی هم از تو بدتر بود، ولی به جای نشستن و دست روی دست گذاشتن توکل به خدا کردن و همه چیزو از نو شروع کردن.